ها پیامک به دست مردم میرسه، اما چرا بعضیاشو رد میکنن، بعضیاشو باز میکنن؟ این پیامک شروع جذابی نداره، در نتیجه نادیده گرفته میشه. اما این پیامک شروع خیلی جذابی داره و توجه مخاطب رو جلب میکنه. پس یادت باشه شروع پیامک مثل اولین برخورد با مشتریه. اگه جذاب نباشه فرصتتو از دست میدی و پیامکت خونده نمیشه. حالا بریم چند تا نکته جذاب بهتون بگم که تو نوشتن پیامک تبلیغاتی خیلی کمکتون میکنه. از کلمات جذاب استفاده کن. اینا کلماتی هستن که چشمگیرن و احتمال باز شدن پیامکتو بالا میبرن. حس اضطرار ایجاد کن. مردم با دیدن جمله‌هایی مثل موجودی محدوده یا این فرصت تا فردا شب تموم میشه سریعتر تصمیم میگیرن. فراخوان به اقدام واضح داشته باش. به مخاطب بگو چی کار کنه. مثلا همین حالا خرید کن یا کد تخفیف رو الان وارد کن. وقتی مشخص باشه چی کار باید کرد مخاطب سردرگم نمیشه. شماره تماس یا لینک تو واضح نشون بده. آخر پیامت حتما بنویس برای جزئیات بیشتر کلیک کن یا با این شماره تماس بگیر. همه چی باید ساده و دم دست باشه. در نهایت آزمون و خطا رو هم فراموش نکن. یه مدل پیامک بنویس، بعد دوباره یه مدل دیگه بنویس. ببین کدوم بیشتر جواب میده. اونی که مخاطب بیشتر میپسنده همون راه درسته. با همین چند تا نکته ساده پیامکات از یه تبلیغ معمولی به یه پیشنهاد هیجان انگیز تبدیل میشه. پس این نکته ها رو توی پیامک‌های بعدی رعایت کن. برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیر.